بچه‌ها حال دلتون چطوره؟ سلام. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. اومدیم با یه سری آیتم که قرار تستشون بکنیم. آیتمامون چیا هستن؟ یه سری وسایل ترش داریم که تا حالا نخوردیم. صدر نظرت پیشاپیش چیه؟ هیچ، این قراره فکر کنم وسایلی که میبینید و گرفتیم تا حالا تست نکردیم. یه نوشیدنی ترش فکر کنم مزه سیب ترش میده. ما هنوز نخوردیم. سیب سبزه. بچه اینو نمیدونیم چیه، فقط تبلیغ نشه. آره نه اصلا این خارجیه، ایرانی نیست. ببینم. و آره عربی نوشته روش. محصول خشکبار امید. این پاستیله رو به هم گفتن خیلی ترشه، مزه سیب میده. حالا امیدواریم که خوشمزه باشه. یه دونه دیگه اون نوشیدنی هم داریم که هنوز تست نکردیم. بریم با هم دیگه تستشون رو ببینیم. خب بچه‌ها بریم واسه وسایل رو تست کنیم ببینیم چه جوریه. اولی آیتم صد کدوم شروع کنیم؟ من شروع کنیم. تو می‌خوای اون رو اولی بزن. آیتمی که می‌خوایم بخوریم ببینیم چه جوریه. صد می‌خوای تو همون یکی آبی تو اینو بزن. بعد با من این رنگی رو میزنم. 50 شیر می‌کنیم. سلامتی خود. اوه بچه‌ها خیلی ترشه. مزه سیب شیرین میده. خیلی ترشه، یعنی من واقعا نمیدونم. بیا جابجا کنیم هم دیگه. اون مزه سیب سبز شیرین میده. نه اون ترشیش بیشتر از اینه. این سیب سبزه. اون خیلی ترشه. اون سیب سبز خودشه. چیه اسکوی رنگش اصلا فرق مزه میکنه. سیب سبز میده. خب چیکار کنم؟ بریم اینکه اونو خوردم اینو. بریم آیتم بعدی. بچه‌ها می‌خوایم اینو تست کنیم ببینیم چه جوریه. امیدوارم خوشمزه باشه. میشه اسمش یه دفعه بگی؟ واقعا نمیدونم. کندیه، فقط نمیدونم چی هست. کندی گفتن خیلی ترش. آیا حالا باشه. سلام علیکم. بابا از این شکلاتاش بچه‌ها توش این شکلیه. نگاه میکنم. درابز کندی میکس. بریم ببینیم که آه میکشد. بخوریم. بیا بخورش بیا. اوه یه این بچه‌ها خیلی ترشه. آب دهنم این داره ترشی بوده. خیلی ترشه، اصلا نمیشه خوردش انقدر ترشه. انگار جوهر لیمو توش داره. داشت تو گاوی. خب بریم آیتم بعدی. بچه‌ها آیتم بعدی که داریم از این آلوچه هاست. بریم ببینیم چه مزه‌ایه. آلوده چی بود؟ آلبالو. خوشگوار. آلبالو. بچه‌ها ما اینجا وسیله نداریم، مجبور بودن تست. امروز خیلی سر اومده بودیم. نه اینو دروغ گفتن، این شیرینه. خوش نیستم. بچه‌ها بابت صدا عذر میخوام. اومدیم یه جا امروز این برترمون میتینگ ماشینه، یه ذره سر صدام. ترش نیست. آیتم آخر این لواشکاست. لواشکی دیگه یا فاصله لواشکی. این ماشین نسونیم با هم بخوریم. چه جوریه بچه‌ها؟ توی سفیده. شکلیه بدون سبز. ببینیم کسی گفت این ترشه رو. ببین به ترشی میزنه ولی نه مثل آب نباته، نه مثل نوشیدنی. پس واسه طبقه انقدر تو. بچه‌ها گول ظاهرشون نخورید. یه مزه شاید من دوست ندارم، ذائقه‌ایه. من هر چی بزنم جلو میخورم. به ترشی نمیزنه مثل اون آیتمایی که داریم. و در ضمن به حضورتون گول ظاهرشون نخورید. مزه مواد شیمیایی هم میداد. انگار مثلا تو آب وایتکس خمیرش. آره یه مزه بدی هم میداد. بچه‌ها خیلی دوستتون داریم. تو کامنت ها حتما برامون بنویسید که اگر میخواید این تست ها رو انجام بدیم. بچه‌ها تا ویدیوهای دیگه حتما اگر راستی ویدیوهای قبلی رو ندیدید برید ببینید همین الان. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تو کامنت ها برامون بنویسید چه کارهایی براتون انجام بدیم. حتما ویدیوشو براتون ضبط می‌کنیم. دوستتون داریم. یا عالمه اندازه و دقیقه. بدرود. بله خداحافظ.